اگر کفار واقعا مذمومند، انسانهای بدی هستند، کفر واقعا مسیر اشتباهی هست، راه باطل است، پس چرا وضع کفار در دنیا خوبه؟ در هر زمان، در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مال و سرمایه با ابو جهل بود، با ابو لهب بود، با امیه بود، با نمیدونم ولید ابن مغیره بود، اونها همه چیز داشتن. مسلمانان فقیر بودن، نادار بودن. در زمانهای بعدی هم چی بود؟ الان هم نگاه بکنید، از نظر ثروت و سرمایه حرف اول را مسلمانان میزنن یا کفار؟ کفار. بلادشون، کشورهایشون، امکاناتشون، سرمایه هایشون، عرض کنم تجهیزاتشون، اسلحهشون، هر چیز اونا جلو هستن. اگر واقعا کفر مسیر اشتباهی هست، چرا وضع کفار توپ خوبه؟ الله می فرماید فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو را فریب ندهد گشت و گذار اونها در شهرها. تقلب چی را میگن؟ رفت و آمد را میگن. هی برو این شهر، برو همین که برای تجارت میرن، هی امروز دبی، فردا پاریس، پس فردا لندن، همه تجارت های بین المللی و سرمایه های هنگفت دنیا به دستشون هست. این شما را فریب نده، چون این عارضی هست، این موقتی هست. اگر قرار باشد در همین دنیا، این دنیا چون دار جزا نیست. اینجا من خلاصش را عرض می کنم که این دنیا دار جزا نیست، دار مؤاخذه نیست، دار عذاب نیست. هر کسی کفر بکند فوراً خداوند عزوجل بدبختش بکند، مال را ازش بگیرد، اولاد را ازش بگیرد، وطنش را ازش بگیرد. خدا میخواد با دلایل نشون بده، هر کسی با عقلش، با فکرش، نه با عمل. نمیخواد مردم را زیر منگنه بگذارد. کفار میبینند که روز به روز حالت ما بدتر میشه، مسلمانان حالتشون خوب میشه، لذا از ترس زیر منگنه، زیر فشار ایمان بیارد. این ایمان به درد نمیخوره. لذا خدای عزوجل هم به کفار میده، هم به مسلمانان میده. هم بین کفار فقرا هست، هم بین مسلمانان. هم برای کفار مصائب میاد، هم برای مسلمانان. تا از این جهت مشخص نشه. خدای تعالی به وسیله فکر و عقل و دلائل و منطق و آفاق، زمین و آسمان و دلائلی که تو قرآن بیان میفرماید، حق را اثبات میکند. وظیفه هر انسانی که دنبالش باشه در جستجو، لذا عملا نشون نمیده. بنابراین امکان داره یک کوتاه فکری فکر بکنه که حتما مسیرشون درسته، که وضعشون خوبه. الله میفرماید نه، شما را فریب ندهد رفت و آمدهای تجاری اونها. اینه که هدایت ندارد، اینه که ایمان ندارد، هر چی داشته باشد این خیلی محقر است. این دنیا را داشته باشد، هواپیماهای غول‌پیکر را داشته باشد، اسلحه‌های مجهز را داشته باشد، اینا بسیار بی‌ارزش‌اند.